عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر سلمانشهر یا همون متلقو به رامسر. امروز یک شنبه 14 تیر ماه 1405 از ساعت حدود 9 صبح. در این ولاگ ما از شهر متلقو یا همون سلمانشهر به سمت شهر رامسر در غرب مازندران خواهیم و از شهرهایی که در طول مسیر هستند عباس‌آباد، رشت‌آرود رد خواهیم شد و به داخل شهر شهسوار یا همون تنکابون میریم و بعد از عبور از کمربندی فردوسی و کریم آباد از اون خارج میشیم و بعد هم شیرود و در نهایت به رامسر و در کمربندی رامسر هم این ولاگ تمام میشه. پس خواهشاً تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. همونطور که از عنوان کاور این ویدیو، این ولاگ فقط رانندگی در طول جاده با موزیکه. ممنون که توجه. میانگین سرعت رانندگی ما هم 60 الی 70 کیلومتر در ساعت که اگر احساس میکنید بیشتره به خاطر حالت نصب دوربینه. این رو میتونید از ثبت ماشین های اطراف متوجه بشید. پس ما از میانگین سرعت هم کمتر میرونیم. وظیفه ما بوده که در طول مسیر مکان‌ها و توضیحات رو به ویدیو اضافه کنیم. ولی خب این روزها حال و هوای صحبت نیست. ممکنه موقع صحبت کردن یه چیزی از دهنمون در بره و نهایتش با گونی ما رو بده. پس ممنون از درک. ولی اگه علاقه به توضیحات بر روی ویدیو هم دارید، پیشنهاد میکنم ولاگ قبلیمونه که پارسال در کانال قرار دادیم با عنوان رانندگی از چالوس تا رامسر رو نگاه کنید که در اون همه توضیحات مکان‌ها و شهرها در طول مسیر رو گفتیم. لینکش رو هم براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو در کپشن میذارم. ممنون که با لایک و کامنتتون از ما حمایت میکنید که واقعا به این حمایتتون نیاز داریم. توضیحات دیگری که نیازه خواهشاً موقع رانندگی با گوشی ور نرید. راهنما رو به موقع بزنید. راهنما عصای حضرت موسی نیست. خواهشاً با سرعت مطمئنه برید. جاده به این زیبایی عجله توش نیاز نیست. اگر به شمالگردی و گردش در شهرهای شمال، بازارهای محلیش مخصوصا استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم که از این مسیر و این ولاگ و این آهنگ‌های نوستالژی هم لذت ببرید.
Thank you.